مسئله دیگر آنچه که در باب روزه قرار گرفتیم در بیان وابسته بر زنها است، آنچه که به دوره ماهانه حیض وابسته است در این رمضان، در این روزه، آنچه که به دوره ماهانه زن از حیض وابسته است. آیا بر زن واجب است که درباره حکمهای حیض، نفاس و استحاضه پرسد و این را بیاموزد؟ آیا برای این جایز است؟ از مرد، از زن، از دانشمندان؟ بله، این حکم روا و جایز است، زیرا هر دختری که بالغ می شود و در این مسئله او روپرو می شود، مخصوصا با حیض، و می داند که این کار برای او لازم است و پرسیدن او این مسائل را برای وی هم جایز است و شرم در این است. سوال نواتی بعضی از دختران از پرسیدن اهل علم در مسئله های حیض شرم دارند. حکم این کار چی است؟ این شرمداری ناپسند است. این شرمداری ناپسند است، ناپذیر است، زیرا برای انسان لازم است که از دانستن آن مسائل شرعی از حق است در آن شرم ندارد. اما سوال نوبتی حکم روزه برای زنی که حیض یا نفاس دارد چیست؟ برای هر دوی آنها، زن حیضدار و نفاسدار، برای هر دوی آنها روزه به هیچ وجه جایز نیست و از آنها قبول هم نمی‌گردد. با گفته قول رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا وقتی که زن حیض می‌بیند نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد؟ گفتم بله، روایت بخاری. اینکه وقتی حیض می‌شود در دوره حیض بر او روزه واجب نیست، نه نماز نه روزه. اما روزه قضا داده نمی‌شود، قضا گرفته می‌شود، نه نماز خوانده نمی‌شود. آیا بر زنی که در ماه رمضان در حیض قرار شد و سپس پاکیزه شد دوام ماه را روزه داشتن و بعد رمضان قضا داشتن واجب است؟ بله، اگر زنی که در ماه رمضان روزه داشت و حیض شد سپس پاکیزه شد روزه را کامل می نماید، بعد پاکیزه شدنش غسل، شستن، نماز را شروع کردن و دوام رمضان روزه گرفتن و بعد رمضان آن روزهایی که در این روز حیض شده بود آنها را قضا می دارد. و دلیل آن حدیث عایشه رضی الله عنها است که به ما چنین امر می شد، یعنی در حیض که قضای روزه کنیم ولی برای قضای نماز امر نشده ایم. پس زنی که در رمضان در حالت حیض قرار گرفت، زنی حائض میگویند زنی حائض روزه های قضای رمضان را کی بگیرد؟ زنی که با این سبب های شرعی روزه ماه رمضان را گرفته نتوانست، چند روز از آن را بعد رمضان میتونه آن روزه روزه بدارد، پس از رمضان قضا بدارد. یک شخص بیمار همچنین و در این امر وسیع است، میتواند پی در پی بگیرد یا که جدا جدا بگیرد. اگر حیض در روز رمضان به وجود آید، روزه‌دار است، در روز رمضان حیض به وجود آمد، حکم وی چی است؟ چی می شود؟ روزه این هنگام باطل میگردد، حتی اگر کم اندک پیش از غروب نشستن آفتاب هم باشد روزهش باطل شد. پس مادامی که روزه فرض است قضای آن را سپس می‌دارد، آن روزی که یک اندک هم ماندگی بود. آیا برای زن قضای روزه نفل روزه اختیاری لازم است؟ نه، قضای روزه نفل نه بر زن نه بر مرد این واجب نیست. آیا برای کمترین یا که بیشترین حیض مقدار معلوم در روزها هست؟ اما با قول صحیح و درست حد معین با روزها را ندارد، زیرا الله می‌فرماید که در سوره بقره که از تو ای پیامبر درباره حیض می‌پرسند، یسألونک عن المحیض، از باره حیض می‌پرسند، بگو آن آزار است و در حالت حیض با زنان که نزدیک نشوین، از زنان کناره‌گیری نمایین، با آنها نزدیک نکنین تا آن دمی که پاک شوند. پس وقتی که پاک شدن و غسل نمودن سپس در با آنها نزدیک نمایید. پس الله سبحانه و تعالی برای انجام آن روزهای معینی را تعیین نکرد، بلکه انجام این حیض را با پاکی مادامی که پاک شدی با این تعیین کرد. پس این دلالت می‌نماید که علت این حکم بودن حیض است و وقتی که حیض است حکم ثابت است و چون زن پاک شد احکام آن بر او احکام از او برداشته می شود. اگر زن در خردسالی حیض بیند آیا روزه بر او لازم است؟ بله، چون اگر زن از خردسالی از هر سن سال اگر حیض دید، یعنی او زن به بلاغت رسیده است، رشد کرده است، نشأ و نما یافته است، روزه و تمام عبادت‌های دیگری که بر دوش او واجب است، از نماز، از روزه، از حجاب، هر سه که هست لازم است. و یکی از دلایل بلوغ زن این حیض است. و حکم زنانی که در دوره حیض مهلت معین مسئله 7 روز است میگذرانند چیست؟ پس این که 7 روز میگذرانند، 7 روز رو فقط روزی معین شده خود قرار میدهند، اگر عادت آنها باشد اشکالی ندارد، اما این رو فقط 7 روز قرار بدهند دلیل شرعی ندارد، چون در زمان نبوت، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله ضرورت و بیان آن وجود داشت.
برای همین علما می‌فرمایند که هر وقت که زن همان خون معروف را اگر دید، خون حیض را، پس در حیض است، به آن که اگر وقت معینی را ذکر نماید یا که ذکر شود. اما اگر خون پیوسته آید، ادامه کند، حکم در این حالت چی میشود؟ اگر با زن خون همیشه ادامه کند که هرگز قطع نمیشود یا فقط یک مدت کمی قطع میشود، مثل 1 روز یا 2 روز در ماه، پس این حکم استحاضه حساب میشود، نه حکم حیض. حکم استحاضه میشود، نه حکم حیض. اگر زن نزدیک به وقت عادتش، نزدیک به وقت عادت حیضش و روزانه نشانه های آمدن دوره حیض را حس کرد، ولیکن هیچ خونی را ندید، حکم روزهش چی می شود؟ اگر این را حس کرد و حیض آمد، روزهش فاسد می شود، اگرچه 1 لحظه پیش از غروب هم باشد. اما اگر این را حس کرد و خون آمد بعد غروب، بعد نشستن آفتاب، روزهش صحیح است، برای قضا نیست. اما اگر این را حس کرد و ولیکن خون نآمد، روزهش صحیح است، درست است، برای هیچ قضایی نیست. چون خون در درون شکم هیچ حکم ندارد، برآمدن آن حکم میگیرد، تنها با دیدن آن حکم ثابت می شود. اما پیش از آمدن خون حیض، اگر که زرداب صفر میگویند یک موعه تیره کنده نزدیک به خون پیدا شد، حکمش است. پس این زردی پیدا می شود و این تیرگی پیدا می شود پیش از آمدن حیض، این حیض حساب نمی شود، چون حکم شرعی با آمدن خود انمو خون معروفی از حیض حساب می شود، با آن پیوسته است. اما اگر در روزهای عادت ماهانه همین زردی و همین تیرگی پیدا شود، حکمش چیست؟ در روزهای عادت ماهانگی، در این حالت حکمش چی می شود؟ اگر زن در این روزهای عادت ماهانه خود، روزهای عادت ایام حیض است، روزهای حیضش زردی یا که تیرگی بیند، حکم بر این می شود که آن عادتاً در حیض حسابیده می شود. اما زن پاکی را پس از حیض چگونه می شناسد؟ زن پاکی را بعد از حیض چگونه می شناسد؟ اولا گفته مائع سفید است، مانع سفید که از رحم پس از انجام حیض خارج می شود، نشانه پاک شدن آن همان است، آبی سفید بگوییم. دوم خشکی، پاک شدن. اگر زن با پخته که مانند این سنجید، دید که چیزی از آثار آن باقی نمانده است، پس وی پاک شده است، از برای عبادت خود را آماده می سازد. پس اگر یکی از این نشانه‌ها پیدا شود، پس بر وی حکم این می‌گردد که غسل نماید، نماز بگذارد، روزه بدارد و احکام را رعایت نماید. اما اگر که زن پاکی یقین را در حیض ببیند، مثل همون خشک شدن یا که مائع سفید، این رو دید، بعد از پاکی یا زردی یا که تیرگی آمد، این حکمش چی است؟ این حیض به حساب نمیرود. این هنگام نماز و روزه‌اش را میگذارد. ام عطیه رضی الله عنها گفت که ما بعد از پاکی زردی و تیرگی چیز حساب نمی‌کردیم. ما بعد از پاکی زردی و تیرگی را، اینها را دیگر در حیض حساب نمی‌کردیم. روایت بخاری است. بعد از پاکی آیا زن باید زود غسل کند وقتی خون کم می‌شود، یا وقتی خون کم می‌شود زن زود غسل نماید تا روزه و نماز را دریابد؟ در این حالت باید زن شتاب نکند تا پاکی کامل را نبیند، باید شتاب نکند، چون می‌فرماید که زیرا بعضی از زنها حال پاک نشده، کاملا پاک نشده، زود غسل می نمایند. و عایشه رضی الله عنها به زنها می گفت که شتاب نکنید تا همون قیصه سفید را ببینید، در روایت بخاری. پس اینجا گفتم که اگر زن باید زود غسل نماید وقتی که خون کم می شود و نماز و روزه را سر نماید که جواب را گفتیم، و در این حکم پیشین این معنای آن را دارد که زن 1 روز یا 2 روز انتظاری پاک شدن خود را ببیند، بکشد. نه، این حکم او را ندارد. روزهای عادت خود را میدوند. از هر وقتی معلومش پاکیش رسید و این تحقیق یافت این زردی را ندید، خشک شده است، پس غسل میکند، نماز را میگذارد و روزه را میدارد. اگر خون بازگردد این هنگام، بعدی پاک شدنش خون بازگردد، آیا این روزه اش را تاثیر میرساند؟ اگر این از عادتش نبود، اگر خونی حیض بازگشت، او افطار میکند و روزه‌اش را قضا میکند تا دمی که خون در وقت عادتی که داشت تماما کاملا پاک شد و به اتمام برسد. و زنی که در حالت پاکی روزه داشت، در حالت پاکی روزه گرفت، بعد سحری فهمید که او پاک است، یکی شبهه پیدا کرد، روزه‌اش درست است یا باید پاکی را انتظار شود.
زنی که اگر که در حالت پاکی قرار داشت و سپس سحری فهمید که وی حیض شده است یا بیگاهی فهمید که وی حیض شده است، روزه‌اش دیگر درست نمی‌گردد، باید قضای همان روز سپس بدارد. اما اگر که زن آخری از روزهای پاک شدنش را حس کرد و سحری فهمید که چیزی از او مانده است تا حال پاک نشده است، در این حالت برای او هم لازم می‌گردد که روزه‌اش را افطار کند و قضای آن را بدارد. و سوال نوبتی: آیا کسی اگر بداند که عادتش پگاه است، عادت ماهانش پگاه است، آیا برای وی لازم می‌گردد که افطار نماید؟ برای وی لازم است که افطار نماید. پس زن می‌داند که عادتش پگاه است، پگاه حیضش می‌آید، برای وی ادامه دادن آن روزه‌اش لازم است. انتظار نشود، روزه را بدارد تا آن دمی که خون را بیند. پس اگر زنی که در حالت حیض یا که نفاس است در میانه روز اگر که پاک شد، آیا بر او امساک بازداشتن و روزه گرفتن لازم است؟ نه، بر او لازم نیست. اگر در نیمه روز پاک شده باشد میتواند بخورد و بنوشد، زیرا خوردن وی برای وی سود نمیرساند و بر او قضا واجب است. از ابن مسعود نقل شده است که هر کسی اول روز بخورد آخر روز هم بخورد. پس سوال نوبتی: آیا برای زنی که در حالت حیض قرار دارد برای وی جایز است که در حالت روزه که در حیض قرار دارد از خوردنی ها و نوشیدنی ها خودداری نماید و خود را آنطور نشان بدهد که روزه‌دار است؟ اشکالی ندارد. برایش در این حالت جایز است که در نزد مردم طعام نخورد تا از سخن کسانی که حالت زن را نگاه داشته نمیتوانند نمیفهمند دوری بجوید از سخن آنها و میتواند پنهانی بخورد. اشکالی ندارد. آیا در ماه رمضان استفاده بودن این داروهایی که ماهانه را باز می‌دارد جایز است؟ آیا استفاده بودن اینها جایز است به خاطر گرفتن روزه؟ اولا بسیاری از طبیبان ذکر کردند که استفاده بودن اینها برای انسان، برای زن زیان دارد. از حالت طبیعی زن را میبرارد و این حالت او را برهدر می‌دهد و از جمله سبب زخم شدن در رحم زن می‌گردد و ویران شدن وقت دوره زنی می‌گردد، به ترتیبی پیدا می‌شود و مشکلات‌های دیگری هم برای زنها در عبادت‌هایشان پیش می‌آید. خاصاً اگر زن دختر باشد برای وی تأثیرش با بیشتر می‌رساند. حتی با عقلش، با هوشش شاید تأثیر هم برساند. در عقل، در طبیعت. پس از این برمیاد که منع کردن این با این استفاده بودن داروها برای روزه داشتن این امر نادرست است. به خاطر این ضررهایی در این دیده می شود. برای همین زنها باید از این داروها احتیاط نمایند. یا اینکه بعضی از مردم هستند که به خاطر آن 10 روز یا که یک چند روزی که از ماه رمضان آخرش مانده است، به خاطر آنه که این روزها را روزه بدارد، این داروها را استفاده می‌برد. پس برای این زن حائض لازم است که این حالتهای طبیعی که خود باقی هست با اون فطرتی که الله او را آفرده است با همان مخصوص قرار بگیرد، نه اینکه استفاده برد با دعا، با تلاوت قرآن، با کارهای عملهای صالح انجام دادن این کارها، دیگر عملهای نیک خیر کس آنها را انجام بدهد، این برایش نیکوتر است. پس سوال نوبتی: آیا زن هنگام استفاده این داروهایی که خون را قطع میکنه در ماه رمضان میخواد روزه بداره قطع میکنه، آیا این خون قطع شد، آیا او پاک طاهر حسابیده میشود یا نه؟ پس اگر زن چنین دارویی بگیرد که با تناول آن خون پاک میشود، بله، پس او طاهر و پاکیزه حسابیده میشود و بر او روزه واجب است و این روزه از او قبول و پذیرفته میشود. اگر فجر دمید، نماز فجر صبح دمید در حالی که زن در حالت حیض بود، صبح الکی دمید در حالی که زن در حالت حیض بود، بعدی اندک پاک شد، آیا روزه بر او واجب است؟ اگر فجر در آمده باشد، صبح دمیده باشد و او هنوز در حالت حیض قرار داشت و سپس پاک شد، روزه او درست نمی‌گردد. حتی اگر یک لحظه هم باشد، یک لحظه پس از دمیدن صبح هم باشد که پاک شد، روزه او صحیح نمی‌گردد. آیا نیت روزه از طرف زنی که در حالت حیض است یا که نفاس است، غسل کردن برای او، پیش از غسل کردن برای او این امر جایز است؟ نیت روزه پیش از غسل یعنی اینکه انسان پیش از آنی که غسل نماید، مثلا صبح پیش از فجر، پیش از دمیدن صبح پاکیزه شد، اول غسل نماید سپس نیت نماید، یا که نیت نماید سپس غسل نماید. بله، نیت روزه را می نماید. زن حائض یا نفسا اگر شبانه قطع شد، پاک شد، برای پگاه نیت کردن روزه داشتنش، پس در این حالت
روزه آن همون زن درست و صحیح میگردد. حتی میگویند که بعد از فجر هم اگر غسل کرده باشد، حتی اگر بعد از فجر هم غسل کرده باشد، پیش از فجر پاکیزه شد، نیت روزه رو کرد، ولی که بعد از فجر غسل کرد، روزهش گفتن درست میگردد. الله اعلم. اگر زن پیش از اذان فجر پاک شود ولی که بعد از اون غسل کند، آیا روزهش درست است؟ گفتیم بله درست است. این را قیاس کردن با حالت شخصی که در جنابت قرار دارد، با دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها که گفتند که پیامبر صلی الله علیه و صبح را در میافت در حالی که جنوب بودند، از جما، از همخوابگی، نه از احتلام، سپس غسل میکردند. روزه میگرفتند و سپس غسل میکردند. در روایت بخاری و مسلم است. اما کسی که شبانه پاک میشود ولی که غسل را قصداً به تأخیر میاندازد، کسی که شب پاک شد ولیکن قصداً غسل را به تأخیر می اندازد تا آرام بگیرد، مطمئن شود که پاک است، حکمش چی است؟ حکم روزهش چی است؟ روزهش صحیح است، ولیکن برای ادای نماز فریضه در وقتش غسل نمودن و شتاب کردن وی لازم است. هنگامی که نشانه های پاکی را دید باید زود غسل نماید از برای ادای نماز قدم بگذارد. اگر بعد از نشستن آفتاب، بعد از غروب آفتاب زن حیض دید و پیش از خواندن نماز، آیا روزه‌اش ویران شد؟ نه، روزه‌اش درست است و برای او قضایی نیست. روزه‌اش کاملا درست است. و برخی از علما گفتند که انا همین روزه نماز مغرب رو، نماز شام رو بعد از پاک شدنش قضا بدارد گفتند. و برخی از علما گفتند که مادامی که عذرش شرعی است برای قضایی نیست. اگر زنی که در حال حیض است و بگوید که من سحر پاک میشوم، زنی که در حال حیض است شبانه بگوید که من سحر پاک میشوم و نیت گرفتن روزه دارم، اما پاکیش رو تنها بعد از فجر، بعد از صبح دید، حکمش چی است؟ روزهش درست نیست. اگر پیش از صبح بود روزهش درست میگشت. اما دختر خردسال حیض دید و از شرم بر اهل خانواده‌اش خبر نداد و روزه گرفت. حکمش چی است؟ حکمش این است که اول باید این کار را انجام ندهد و واسه الله توبه کند. در این مسائل شرم و حیایی نیست. این نقطه اول. نقطه دوم این است که بر وی قضای بعد رمضان، آن روزایی که حیض شده بود، آن روزها روزه می‌دارد. زیرا زن در حالت حیض برای وی مکلف نمی‌شود که روزه بدارد و نشانه بلوغ وی زن است. آیا زنی که در حالت حیض قرار دارد خواندن قرآن جایز است؟ بله، خواندن قرآن به طور صحیح و درست جایز است. چی احتیاج داشته باشد چی احتیاج نداشته باشد، خواندن قرآن برای جایز است. آموزگار هنگام تلاوت قرآن، طلبه هنگام در پیش معلمش خواندن برای آموزش اشکال ندارد. اما آنچه که ذکر شده است دست زدن آن جایز نیست. حکمی حاضر شدن زنهای حائض، زنانی که در حال حیض هستند، در مسجدها چیست؟ مخصوصا در ماه رمضان برای زن حائض در مسجدها نشستن و ایستادن جایز نیست، اما در مسجد از مسجد برای ضرورت عبور کردن گذشتن باک ندارد. و دلیل آن امر پیامبر صلی الله علیه و با زنها بود که برای نماز عید به مصلی به جای نماز گفتن بیرون شوند. به زنهای حائض امر کرد بیرون شوند، اما گفتن به جای نمازگزار نزدیک نشوند. اگر شوهر از زنی که در حیض قرار دارد جما طلب کند، حکمش چیست؟ جما بین زن و شوهر در حالت حیض حرام است. جما با زن و شوهر در حالت حیض حرام است و این امر قطعا و جایز و روا نیست، مخالفت امر الهی را کرده است. چون الله می‌فرماید که فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله، هنگامی که پاکیزه شدن، پاک شدن، در اول آیه یسالونک عن المحیط را از حیض میپرسند، قل هو اذى فاعتزلوا النساء، و بو یک اذیت است، زنهای خود در این هنگام حیضشان دوری بجوید از زنهای خود. ولا تقربوهن حتی یطهرن، با آنها نزدیک نشد حتی پاکیزه شوند. پس بر زن مرد، بر زن واجب است که در این هنگام با شوهرش مخالفت نماید، با طلب آن راضی نشود، زیرا این انجام دادن این کار حرام است و اطاعت مخلوق در مخالفت فرمان الله جایز و روا نیست، در معصیت الله جایز و روا نیست. اگر شوهر در آخر عادت ماهانه طلب کند که همخوابگی کنیم، آیا زن موافقت کند؟ در آخر عادت ماهانه‌اش اگر به اتمام نرسیده از عادتش برای وی جایز نیست، اما اگر به اتمام رسیده باشد و طاهر شده باشد، پاکیزه شده باشد، در غیر رمضان برای او جایز است در روز، اما در رمضان در شب اشکال ندارد. بعد غسل، اما بعد غسل، چون الله می‌فرماید که فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم، فاذا تطهرن هنگام پاک شدن و غسل نمودن به آنها، به نزد آنها بیایید، از آن جایی که الله شما را امر کرده است. از زنی که 6 روز حیض میدید یا که 7 روز حیض میدید و سپس روزهایش زیاد شد، آیا از روزه خودداری نماید؟
اگر عادتش 6 روز بود یا که 7 روز بود، بگذار 6 روز بود و این مدت دراز شد، 9 روز 10 روز شد، 9 روز 10 روز گردید، پس او تا پاک شدن نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد. چون رسول الله برای شخصی حیض بیننده روزهای معینی را تعیین نکردند و الله فرمود این حیض یک آزار است. پس گفتن تا آن دمی که پاک نشدن با آنها نزدیک نشوید. تا آن دمی که پاک نشده زن حکم حیض رو دارد و زنی که در عادتش 10 روز حیض میبیند، در رمضان 14 روز شد پاک نشد و خون با رنگ سرخ یا که زرد برآمدن گرفت، از سرخ به زرد، حکمش چی است؟ نماز او. اگر این زن عادتش زیاد داشت، زیاد بود، حیض دید، معلوم شد که خونی معروف خونی حیض است، پس باید بداند که برای وی نه نماز است نه روزه است. اگر این زیادتی اگر از 1 ماه هم گذشت، پس عادت او تغییر یافته است، پس آن عادت را باید رعایت نماید و آن را هم در این هنگام از نماز روزه دوری بجوید.